تستوسترون خدا حافظ. اومدن دانشمندا تحقیق کردن گفتن که آقا جوونای 20 ساله الان از مردای 70 ساله قدیمی هم تستوسترون کمتری دارن. برای دوستانی که نمیدونن تستوسترون چیه، تستوسترون اون هورمونیه که باعث میشه مثلا بگید بابا کی داره میره بیرون؟ این کیه فالو کردی؟ قبل 10 شب خونه باش. در خیارشو رو بده من با کنم. کولر خراب خودم میرم درستش میکنم. این ماشین از شمشه خودم بلدم. این یعنی تستوسترون به صورت کلی. به صورت خلاصه تر بخوام بهتون بگم، نقشایی که میلاد کیمران بازی میکنه دیدی؟ میشه وجود تستوسترون میشه. نقشایی که ارسلان قاسمی بازی میکنه میشه عدم وجود.